همیشه می‌خواهد در کانون توجه باشد. 47مین رئیس جمهور آمریکا شروعی طوفانی داشت. در همان هفته نخست ده‌ها فرمان اجرایی امضا کرد. از خروج از نهادهای بین‌المللی گرفته تا عفو کسانی که به حمایت از او به کنگره آمریکا حمله کردند. دونالد ترامپ حتی تا آنجا پیش رفت که حق شهروندی بر اساس تولد را هم به چالش کشید. این اقدامات دونالد ترامپ برای قبضه کامل قدرت است. این کاری است که پادشاهان می‌کنند و ارتباطی با دموکراسی ندارد. ترامپ اگرچه در استفاده از فرامین اجرایی حریص است، اما پیشینیان او هم ابایی در استفاده از این امتیاز ویژه نداشتند. جو بایدن هم ظرف مدت 4 سال 162 فرمان اجرایی امضا کرد، از جمله کاهش مجازات ده‌ها محکوم به اعدام. فرمان اجرایی دستور کتبی است که توسط رئیس جمهور به دولت فدرال صادر شده و نیازی به تایید کنگره ندارد. فرمان اجرایی می‌تواند ابزاری مؤثر برای پیشبرد اولویت‌های رئیس جمهور باشد. اگرچه فرمان اجرایی به طور مشخص در قانون اساسی آمریکا نیامده، اما به ماده 2 بند 3 یعنی نظارت بر اجرای درست قانون، ماده 2 بند 1 در ارتباط با قدرت اجرایی رئیس جمهور و همچنین ماده 2 بند 2 یعنی فرمانده کل قوا ارجاع داده می‌شود. در سال 2020 مؤسسه بین‌المللی دموکراسی در استکهلم آمریکا را در فهرست دموکراسی‌های پس‌رونده قرار داد. حالا ما رئیس جمهوری داریم که در همان ساعات اولیه نشان داد که می‌خواهد از اختیاراتش به عنوان سلاحی علیه مردم آمریکا و دموکراسی استفاده کند. فرامین اجرایی رئیس جمهور باید در چارچوب قانون اساسی یا قوانین فدرال باشد و با قوانین موجود مغایرت نداشته باشد. این فرامین تنها قوه مجریه را در بر می‌گیرد و کنگره تواند در برابر آن قد علم کند. با این همه شکستن فرمان اجرایی رئیس جمهور به رأی دست کم 2/3 اعضای هر دو مجلس نمایندگان و سنا نیاز دارد. حد نصابی که حتی در صورت تحقق هم با سدی به نام حق وتوی رئیس جمهور روبرو خواهد شد. آزاده طاهری، خبرگزاری صدا و سیما.